کاملترین انسانها و اشرف الرسل شخص شخیص پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست و این افتخار نصیب خودمون شده و این سعادت و این توفیق برای ما و شما حاصل شده که از پیروان و امت این شخصیت بزرگ که اشرف انبیا و اشرف اولوالعزم و کاملترین انسان هاست از پیروان و امتش و مقتدیانش باشیم. این بزرگترین نعمتی است که با توفیق خداوند و لطف و عنایت ویژه خاص خداوند نصیب ما و شما شده و نصیب امت اسلامی شده. هرچی نعمت بزرگتر، شکر هم به مراتب به تناسب نعمت باید بزرگ و بزرگتر باشد. و هرچی شکر کاملتر، برکت و رشد و توسعه و تعالی و ترقی و توانمندی و سعادت و خوشبختی و مسئولیت و خاتمه به خیری کاملتر و بیشتر. لئن شکرتم لازیدنکم. آیا واقعا قدرشناس و شکرگزار این نعمت مهدای خداوندی به خودمون هستیم؟ مسئولیت ما و شما نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم و دین خدا با یک بار صلوات با صدای بلند تمام نخواهد شد. هرچند که صلوات فرستادن تأکید برش شده و خداوند در قرآن اعلام کرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته، همه رو هماهنگ کرده، یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اجماعاً صلوات. اما این خلاصه مسئولیت نیست یا منتهای مسئولیت نیست و منتهای ادای دین نیست که ما فکر کنیم با یک صلواتی که خودمون میگیم غرای محمدی پسند کل مسئولیت هامون رو فراموش بکنیم و بگیم همین کافی است. خداوند در قرآن می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر در محبتتون و دوستیتون واقعا صادق بودید پس پیروی بکنید، اتباع بکنید، تسلیم بشید، تسلیم امر خدا و رسول خدا. خداوندم در قرآن در هیچ آیه‌ای درباره اتحادو صحبت نکرده، بلکه گفته واعتصموا بحبل الله جمیعا، به ریسمان خداوندی چنگ بزنید. فاصله نگیرید از حبل الله، اون سبب نجاته.
زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، مادرش قاصدی رو فرستاد پیش جدش عبدالمطلب بشارت به جدش داد. عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب ترین فرزندان عبدالمطلب بود و عزیزترین بود. عبدالله نام پدرش هم بر مبنای توحید و یکتاپرستی است. آمنه هم از امان. گفت نوزاد پسری برای تو به دنیا آمده، اسم براش انتخاب کن. خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. در جزیره العرب، در عرب اسم محمد مرسوم نبود، خیلی نادر بود. اما عبدالمطلب گفت اسم این نوه‌مو میگذارم محمد صلی الله علیه وسلم. ازش پرسیدن چرا محمد؟ چرا به نام یکی از پدرانت، آبا و اجدادت؟ چرا محمدی که مرسوم نیست در جزیره العرب؟ جواب داد در کمال متانت و آرامش، مثل این که جواب و این اسم براش الهام شده بود از جانب رب العزت و الجلال. گفت میخواهم که مردم دنیا و جهان این نوه منو بستایند، ستوده بشه بین بشریت. و محمد یعنی ستوده شده، آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. عجب اطمینانی داشت، عجب آرامشی داشت. گفت محمد، این نوه من محمد. اعتراض کردن تو آبا و اجدادش مرسوم نیست. گفت میخواهم این پسر من مورد ستایش بشریت قرار بگیرد. نگاهمون خودمونم به فرزندانمون و انتخاب اسم بر مسما همین نگاه باشد. با نیت و اعتقاد و باور تمام اسامی زیبا و پرمحتوا و پرمعنی که دارای پیام هست، هم برای خود فرزندان ما وقتی بزرگ میشن حس خوبی است و هم برای دیگران. نامهای خوبی را انتخاب بکنیم. این نامها هیچ موقع قدیمی نخواهد شد، همیشه تازگی دارد. میخواهم پسرم توسط جهانیان مورد ستایش قرار بگیرد. این جمله همین شخص است که میگه امیر القوم خادمهم. میخوای مردم شما را ستایش کنند، شما را به نیکی یاد کنند؟ تنها راهش خدمت هست، ترحم واقعی است، نوازش هست، مهربانی است، عفو و گذشت، خیرخواهی و دلسوزی است، دفع ضرر و جلب منفعت و مصلحت برای انسان هاست.
تعامل نیکو و زیباست، حفظ کرامت انسانی انسانها با همه تفاوتها و رنگها و فوارقشون و ادیانشون هست. همه انسانها، کافر و مسلمانش، سیاه و سفیدش، عرب و عجمش، فقیر و تاجرش، بزرگ و کوچکش دارای کرامت هستند. هر کسی به کرامت انسانی انسانها با همه تفاوتها احترام قائل بشه و ارزش قائل بشه و نگاه مثبت و خوب داشته باشد، گوارای وجودش باشد، همه اون مردم مال خودشن. آیا ما دوست داریم که در جهت مثبت در جامعه تاثیرگذار باشیم؟ آیا این خواسته ما هست؟ گفتم بنیادی ترین عنصر یک جامعه انسان هست و اسلام به انسان ارزش والایی قائل شده و نشانه این ارزش و احترام معلم برای اونها و مربی فرستاده شده، انبیا فرستاده شده، کاملترین انسانها و کاملترینش نصیب ما شده و از این سعادت بهره‌مند شدیم که کاملترین انبیا نصیب ما بشه. ما آخرین اولین هستیم. این گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم. ما آخرین اولین هستیم. تکامل پیدا کرده کمال انسانی، کمالات انسانی با مبعث پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس اسلام ارزش قائل شده، میخواد که انسان و شخصیت ببخشه و این شخصیت بخشی با آموزش و پرورش و تربیت اون هست. ما باید برای نعمت علم و معلم سپاسگزاری بکنیم، تشکر و قدردانی بکنیم به خاطر نعمت علم و معلم و مربی. علم قرآن، معلم و مربی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. این معلم آمد نوازششو با آموزش و تربیت و پرورش نسل انسانی به نمایش گذاشت. آمد نوازش کرد انسانها رو. اون وحش درونشون که افسار گسیخته بود با مهربانی و ایمان و تواضع و فروتنی و بندگی خدا آمد کنترل کرد. در درون هر کدوم از ما انسانها وحشی داره زندگی میکنه که اگر با ایمان و بندگی خدا و تواضع و علم و وقار و مهربانی و رحمت و شفقت کنترل نشود، اون وحش درون ما افسار گسیخته خواهد شد، درنده خواهد شد. بی رحم و بی وجدان خواهد شد. وحش درون جامعه جاهلیت قریش به جایی رسیده بود که دختران خودشون رو زنده به گور می‌کردن. همینطور که خاک میریختن رو سر دخترانشون، صدای بابا بابا و از این موقع میشنیدن و خاک میریختن تا صدای بابا بابا خفه بشه با دست خودشون. چنین وحشی در درون انسان ها هست. افسار گسیخته میشه، قابل کنترل نمیشه. ما داریم جمال، داریم مقام، داریم مال، اینها همه طغیانگرن. داریم شهرت، مال و شهرت و مقام و جمال و اینها همه طغیانگرن.
باید با کمال کنترل بشه. اگر کمال در کنار مقام، در کنار جمال، در کنار مال نباشد، اون کمالات انسانی که هدیه معلم بود در اصل هدیه رب العالمین که معلم و مربی است. کلمه رب در لغت عرب 4 معنی دارد. یکی از 4 معنیش به معنی المربی للشیء و المصلح له، به معنی مربی و پرورش دهنده و مصلح برای هر چیزی. ما در دعای بامداد و اذکار بامداد و شامگاه میگیم، 3 بار میگیم بعد از نماز صبح: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. راضی شدم، خوشنود شدم، خوشحال شدم که الله رب من باشه. تربیتی جز تربیت الله من نمیپذیرم. پرورشی، اصلاحی جز اصلاحی که الله و پرورشی که الله داشته باشه من نمیپذیرم. و بالاسلام دینا، تربیتی غیر از اسلام و مکتب اسلام من نمیپذیرم، راضی بهش نمیشم، منو قانع نمیکنه، منو اشباع نمیکنه. من تو رو میخوام، تربیت تو رو میخوام، توسط مربی که تو فرستادی. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تربیت تو جذابه، عالیه، کل وجود ما رو در بر گرفته. فاصله نگیریم وگرنه وحش درونمون افسار گسیخته خواهد شد. و راضی شدم معلمی که تو به ما اهدا کردید اون مربی ما باشه، ما رو تربیت بکنه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نگفته برای مسلمانان، نگفته برای انسانها و بشریت. خوب دقت بکنید به آیات. گفته للعالمین، برای همه عوالم، برای همه جهانیان. جهان مورچه، جهان زنبور، جهان ماهی، جهان پرنده، جهان خزنده، نباتات و گیاهان. ایمان 5 تا عشقه: عشق به خدا، عشق به طبیعت، عشق به زندگی، عشق به مردم، عشق به مرگ. 5 تا عشق ایمان. اونهایی که مؤمن واقعی میشن عشق به الله دارن. 3 تا ارتباط در قرآن وجود داره. یکی ارتباط با خالق، مبناش توحید خالصه. 2 ارتباط با خلق، مبناش احسان و انصافه. 3 ارتباط با محیط زیست، مبناش اصلاح طبیعته. اسلام این 5 تا عشق رو به نمایش میذاره. همه چی ارزشمند میشه وقتی تو مؤمن میشی، وقتی تو قبول میکنید که آموزش ببینید. چیزی که شیخ عبدالواحد تذکر داد، ما باید بپذیریم که آموزش ببینیم. بعضی فکر میکنن اگر زنا بکنن، شراب بخورن، ربا بخورن، اینا گناه کبیر است، باید توبه بکنن. ما اگر روز 10 صفحه قرآن و 10 صفحه کتاب مفید مطالعه نکنیم، باید توبه بکنیم از عدم مطالعه مفید در روز، در شبان روز، چون ما را بی سواد میکنه و به جهل منتهی میکنه. دوست داریم تأثیرگذار باشیم در جهت مثبت، باید اول مقبول باشیم. محاله که تو تأثیر بگذاری در انسانها
بدون ای که تو نزد انسانها مقبول باشید. اگر تو رو قبول ندارن از تو حرف شنوی ندارن، نمیتونی تأثیر مثبت بذارید و ما نمیتونیم مقبول باشیم مگر این که محبوب باشیم. اگر تو رو دوست نداشته باشن تو رو قبول نمی کنن، نمیتونید تأثیر بذاری روشون. پس اگر دوست داری تأثیر گذار باشید باید مقبول باشید. اگر دوست داری مقبول بشید نزد مردم باید محبوب بشید. تو رو دوست داشته باشن تا تو رو قبول بکنن، تا از تو تأثیر بپذیرن. چطوری محبوب بشیم؟ تا مقبول بشیم و تأثیرگذار بشیم. رحمت باشیم، مهربانی باشیم، نگاهمون به انسانها خوب باشه، شفقت داشته باشیم، حب انتقام نداشته باشیم، نه با دوست نه با دشمن. آیا برای دشمنانمون دعا میکنیم که خدای هدایتشون بده؟ احسان بکن، نیکی بکن. امکانات، ظرفیت ها، محبتت، استعداد و هوشت، تجربت، ایمانت، اخلاقت، هر ظرفیتی و امکاناتی که داری، چه مادی چه معنوی، ازشون دریغ نکن. همه رو در خودت سهیم بکن. یک صندلی میزنید اونجا. بعضی از ما وقتی صندلی رو پست و مقام ازش میگیرن کسی سلام خدا بهشون نمیکنه و وقتی هم صندلی دارن مردم از ترس بهشون سلام میکنن. ما نمیخوام اینطوری باشیم. ما نمیخوام وقتی صندلی خدمت از ما گرفتن مردم به ما سلام نکنن، وقتی رو صندلی قدرت نشستیم مردم از ترس به ما سلام بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه اگر اشتباه نکنم بود که یک جوانی آمد مقابل پیامبر ایستاد، میلرزید اینطوری که چطوری با پیامبر داره صحبت میکنه. این شخصیت بزرگی که مکه رو فتح کرده، همین دستش میلرزید. گفت آرام باش پسرم، آرام باش. من پسر زنی هستم که نون خشک خورد میکرد تو آبگوشت یا تو آب خورشی اونو میخورد. آرام باش، من که پادشاه نیستم. هیبت رسول الله فکر کرد که این رو مکه فتح کرده فلان. آرام باش، تواضع. من پسر زنی هستم که مادرش نان خشک و تکه تکه میکرد تو آبی میریخت نرمش میکرد میخورد. سبحان الله. خدا نکنه مردم از ما بترسن به ما سلام بکنن، مردم عاشق ما باشن، بدون سلام از کنار ما رد نشن. بعضی انسان ها وقتی رو صندلی می نشستن به اون صندلی و اون پست و مقام قیمت میدن، وقتی که بلند میشن قیمت از اون پست و مقام هم میفته. تنها راهش احسان به مردمه و نیکیست و رحم و شفقت و مهربانی است. بعضی از دعوتگران جهان اسلام فکر میکنن با کوبیدن دیگران، با تحقیر دیگران، با تندخویی، با قضاوت درباره دیگران، با زندان رفتن، اینها نشانه این که اینها انسانهای بزرگی هستند. خشونت اصل در دعوتگران اسلامی که قرآن بر اون صحت گذاشته نیست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. حضرت عمر رضی الله عنه قبل از اینکه مسلمان بشه شمشیر از غلاف کشیده بود، تو کوچه های مکه گره گردنش ورم کرده بود، چشماش مثل خون شده بود. دلونی علی محمد، من راهنمایی بکنید، آدرس بدید این محمد کجاست. میخوام گردنش و سرش رو هدیه بدم به قریش. و همه رو راحت بکنم. گفت
برو اول خانه خودتو پاک بکن. خواهر تو فاطمه بنت الخطاب بر دین محمده. عمر سرد شد، مسیرش عوض شد. داستان اینطوریه که زمانی که شمشیر کشیده بود که گردن این محمد رو بزنه و هدیه بده به قریش و مردم رو راحت بکنه، پیامبر در همون لحظه دعا میکرد، دستش بلند کرده بود که اللهم اعز الاسلام به احد الامرین. دعا برای هدایتش میکرد. اون شمشیر کشیده بود که گردنش بزنه. نگاه کن، بدی دیگران رو در خوبی خودش و دعای خیر خودش و هدایتش خنثی میکرد، خنک میکرد. پیامبر رسول مهربانی، یک انسان چقدر میتونه تأثیرگذار باشه وقتی که شخصیتش به تکامل رسید، نیتش و قصدش و هدفش درست شد، به انسانها نگاه خوب پیدا کرد، بی نهایت میتونه تأثیرگذار باشه. مثال من و شما مثل یک آهنربای بزرگ باشه. آیا آهنربا کاه و جذب میکنه؟ آیا آهنربا کاغذ رو جذب میکنه؟ آیا آهنربا پلاستیک رو جذب میکنه؟ نه، فقط آهن براده های آهن جذب میکنه، از جنس خودش جذب میکنه. هرچی آهنربا بزرگتر باشه جذابیتش بیشتره. تو نیت خیر بکن، خوب باش، نگاه خوب به انسانها داشته باش، گذشت داشته باش. نگاه کن چطوری دور جمع میشن. کل خوبی هایی که تو دنیا هست پیش کفار، غیر مسلمان و مسلمان، همه سرازیرت میشه. از جنس خودته، از جنس نیت خودته، از جنس نگاه خودت به بشریت. امروز دنیا خیلی کوچک شده. این انسانه که وقتی به تکامل میرسه میتونه رو انسانها تأثیر بگذاره. چقدر تأثیر گذاشته رسول الله صلی الله علیه و سلم رو انسانها؟ تا دلت بخواد. در طول تاریخ، در گذر زمان، پیامبر صلی الله علیه و سلم رحیم بود، مهربان بود به همه انسانها. سختی های زیادی، مشقت های زیادی متحمل شد، اما هیچ موقع نفرین نکرد. همیشه دنبال هدایت، ارشاد، گذشت بود.